به نام خدا، سلام مجدد. امیدوارم حالتون خیلی خوب عالی باشه. خوش آمدگویی مجدد دارم خدمتتون به کانال خودتون که اینجا امان بیولوژی بود. صحبت کردیم با هم. من این ویدیو میخوام پیرو صحبت‌های قبلیم در ویدیو قبلی که یک ارائه مناسب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه میخوام باهاتون صحبت کنم. در پارت اول این تیکه راجع به ساختار مناسب یک ارائه از نظر بصری، یعنی پاورپوینت یا پرزی هر چی درست کردیم صحبت کردیم. الان میخوام پارت های بعدیشو بگم، شامل خود شخص، محتوا و چیدمان مطالب. بریم بیاین با من همراه باشین تا پایان این ویدیو. خب یه لحظه شروع نکنیم صحبتمون رو. همیشه آخر ویدیو میگم الان میخوام اول ویدیو بگم. بچه‌ها اگر چنل ما رو دوست دارید، محتواش رو دوست دارید، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله‌شو بزنید که براتون نوتیفیکیشن هاش بیاد و هر ویدیویی که خوشتون میاد خواهشم اینه که لایکش کنید، از ما حمایت کنید و سوالی هم داشتین حتما کامنت بذارید. مشتاقانه منتظر کامنتاتون هستم و کامل پاسخ خواهم داد. خیلی متشکرم. خب بحث دومی که میخوایم مطرح کنیم در یک ارائه مناسب، اصول چیدمان مطلبه. یک مطلب خوب معمولا 5-6 تا پارت داره. پارت اولش که البته جزء مطالب نیست، پارت معرفیه. من اینجا چند تا نکته دارم، تجربه شخصی هم توش میخوام بگم به شما. پارت معرفی چیه داستانش؟ میرم وای میستم رو به جمعیت، پشتم اسلایدامه. اولین کاری که شاید اصلا تو اسلایداتون هم نباشه اینه که خودتون رو معرفی کنید. خودتون رو پرزنت کنید، بگید من محمد امامی هستم، فلان فلان فلان، این منم. این معرفی باید کوتاه، مختصر، مفید باشه و مهمترین نکته ها راجع به شما رو در بر داشته باشه. من محمد امامی هستم، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران، در خدمتتون هستم. راجع به این ارائه می‌خوایم با هم صحبت کنیم. کافی. حالا فوقش دو سه تا جمله اضافه تر می‌کنیم. دیگه به نظر من خیلی نباید کشش بدیم. نمیخواد کل رزومتو بگی. این منم، اینجوری. حالا این معرفی دو سه تا نکته مهم داره. نکته اولش اینه که خب طرف با تو ارتباط میگیره، باهات رفیق‌تر میشه، بهتر تو رو میشناسه. خیلی هم خودتون رو آفیشیال و رسمی معرفی نکنید. به نام خدا، سلام، امامی هستم از دانشگاه تهران. سلام دوستان، محمد امامی هستم، فارغ التحصیل بیوتکنولوژی، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. بخوام راحت، روون، خب خیلی فرندلی، اوکی. خب خیلی دور نشو از جمعیت، بذار باهات ارتباط بگیرن، تعامل کنن باهات. این نکته اول بحث معرفی که باهات ارتباط میگیرن، رفیق میشن باهات. نکته دیگه، ما اغلب وقت ارائه خیلی استرس داریم، درسته؟ معمولا اینجوری هستیم دیگه. همیشه هممون استرس داریم. به قول رضا کیانیان که دیگه بازیگر گندگی میگه من هر وقت میام جلوی دوربین استرس دارم. میگه اون که اونه، ما که هیچ. معرفی که تایمی میخره، ما یه ذره رو خودمون مسلط بشیم، یکم فضا رو بگیریم دستمون، یکم آشنا بشیم، ملت رو نگاه کنیم، ببینیم چندی یکم حالمون بهتر بشه. در این حال وقتی خودتو معرفی میکنی، ملت میفهمن با چه کسی سر و کار دارن، انتظاراتشون رو با تو کالیبره میکنن. وقتی میگه من دانشجوی ترم 2 لیسانس دانشگاه فلان هستم، خب میگن در حد یک دانشجوی ترم 2 لیسانس دانشگاه فلان انتظار داشته باشیم. دیگه نمیخواد مثلا دانشجوی پستاک هاروارد سخنرانی کنی که مثلا دارم میگم. در همون حد انتظار دارن. پس خودتو معرفی کن که بدونیم چندی و در این حال میگم استرس هم کم میشه. این خیلی اتفاق خوبیه و میگم زمان میخواید که حالتون ذره بهتر بشه. من خودم این کارو میکنم. وقت معرفی قبل از که شروع کنم یه لحظه وای میستم، در حالی که اسلاید هام داره آماده میشه بیاد بالا، یه نگاه به تمام جمعیت میکنم. خب یه نگاه، میگم تهش اینه دیگه. تهش اینه که من همیشه عادت دارم به ته اتفاقا فکر میکنم. میگم تهش اینه که جلوی این جمعیت خراب میکنه. باش، این تهش همیشه وقت به تهش فکر کنی استرس کم میشه. میگم تهش اینه دیگه. حالا یه چیزی میشه. همیشه وای میستم یه نگاه به کل جمعیت میکنم، به چشما نگاه میکنم. خب وقتی نگاه میکنم میبینم که کی داره به من دقت میکنه، کی میخواد آی کانتکت با من برقرار کنه، کی داره توجه میکنه، کی اصلا سرش تو گوشیش حواسش من نیست، کی نمیخواد گوش کنه، کی میخواد زودتر بره. ببینم مخاطبم با من چنده. خب و دنبال اونی میگردم که باهاش میخوام ارتباط بگیرم و میخوام باهاش بیشتر حرف بزنم. اون وقت متوجه میشم اوکی، از جمعیت 100 نفره الان مثلا من با 7-8 نفرشون کار دارم. معمولا هم همینجوریه، بیشتر نیست خیلی. حالا پارت اول صحبت ما بحث مقدمه است، اینتروداکشن. مثل یک مقاله‌ای که می‌خوایم بنویسیم. در بحث اینتروداکشن شما باید بگی اصلا موضوع چیه، راجع به چی می‌خوای صحبت کنی، از کجا اومده و یه بخش خیلی مهم در اینتروداکشن مقدمه باید بگید چرا من اینجام دارم راجع به این حرف میزنم. شما برای چی نشستین به حرف من دارین گوش میدین؟
اگر طرف ندونه داره به چی برای چی گوش میکنه هیچ وقت گوش نمیکنه، اصلا نگاه هم نمیکنه. نتونی طرفو قانع کنی بشین به من گوش کن، میخوام یک سوال مهم در ذهن تو رو جواب بدم، بهت گوش نمیکنه. حقم داره، چرا گوش کنی؟ پس اصلا حالا این بعدا مفصلا راجعش صحبت خواهیم کرد تو اون بحث ارائه پیشرفته که خواهیم داشت. یک سوال خوب باید داشته باشیم که راجعش بتونی حرف بزنی، سوالی که دغدغه باشه و اونو باید اولش جا بندازی. حتی اگر سوالی که تو میخوای بهش جواب بدی دغدغه اون فرد نیست، یه جوری معرفی کن سوالت رو، یه جوری توضیح بده علت صحبت چیه که بگی از این زاویه نگاه نکرده بودم. میتونه موضوع خیلی سخت و مهمی باشه، بذار گوش کنم چی داره میگه. این خیلی مهمه. ضمن قبل از که مقدمتون رو شروع کنید یه اصطلاح داشته باشیم به اسم اوتلاین یا همون عناوین، که اصلا چیکار میخوام بگم، بعد مقدمه دارم، بعد مثلا متریال متد دارم، روش ها میخوام بگم چیکار کردم چیکار نکردم، بعد نتایجم یا داده هامو میخوام بگم که همون ریزالت، بعد چه میخوام نتیجه گیری نهایی کنم میشه کانکلوژن. مثلا این تیترا رو داشته باشین، قشنگ‌تره، یه ذره شیک‌تره، خوشگل‌تره. بعد از مقدمه راجع به مواد و روش‌های کارتون باید صحبت کنیم. البته بستگی به جنس کار داره دیگه. اگه مثلا کار شما یک کار آزمایشی باشه، یک کاری کرده باشین، باید بیاین چند تا اسلاید توضیح بدین که چی کار کردین. در قالب میگم بیشتر شکل، بیشتر تصاویر مفهومی طرف بفهمه شما چیکار کردین و به اینجا قرار نیست همه پروتکل هایی که انجام دادید بنویسید. اصلا این کار نکن، اصلا نمیخونه. پس مواد روش ها رو این بخش بعدی میشه نتایج، ریزالتس، یعنی داده ها، یعنی آنچه که شما به دست آوردین فارغ از تحلیل. آقا من این نتیجه رو به دست آوردم، عددهای من این شد، تصاویر من این شد، عکس گرفتم از نمونم این شده. و پارت آخر، تقریبا پارتی که اون به آخر کانکلوژن، نتیجه گیریه. حالا تحلیل کن اون داده هات رو. اون داده ها تحلیلش این میشه که بله اگر ما این دارو رو واسه این بیماری استفاده کنیم اتفاقات خوبی میفته یا اتفاقات بدی میفته، هرچی. خب این میشه کانکلوژن. اینا با هم فرق میکنن، کانکلوژن با ریزالت فرق میکنه و اینو حواستون میشه باشه. و خدمت شما عرض کنم که تو بحث نتیجه گیری چند تا نکته میخوام بگم. بعد بخش آخر تو نتیجه گیری یه نکته باید حواستون بهش باشه، یعنی نه تو نتیجه گیری کلا. دوستان اکثر مخاطب ها فقط 2 لحظه از ارائه ما گوش میدن، اولش و آخرش. همین مقدمه و کانکلوژن. خیلی اصلا داده ها و متد شما رو نگاه نمیکنن، گوش نمیدن، فکرشون پیش خودشونه. تو دو تا لحظه اول 2 تا جمله بگو که طرف بفهمه. یعنی 2 تا جمله کلیدی اول بگو چی میخوای بگی، 2 تا جمله کلیدی آخرش بگو چی شد. همون 2 تا لحظه گوش کنه، آخر سر که از ارائه تو میاد بیرون میگه فهمیدم، پس این داروی واسه فلان چیز خوبه. دیدین؟ نمیدونم حالا ریپورت های آزمایشگاهی خفن اگه دیده باشین میاد میگه ما کلی تست کردیم، همه چی می‌نویسه ولی یه خط بولد می‌نویسه اون همون صفحه اول ریپورت های آزمایشگاهی، نتیجه گیری ما این شد که واسه این کار، واسه این بیماری اینو استفاده کنید، تمام. و خب حالا بیاد بقیه رو میگه، کسی دوست داشته باشه بقیه رو میخونه، ولی اصل حرف اون حرف بولده، اون حرف اوله. پس 2 تا جمله اول، 2 تا جمله آخرتون از همه مهمتره. اونا رو بلند، واضح و درست بگی، طرف بفهمه اول و آخر حرف شما چی شد، اومدی چی بگی، آخر سر چی گفتی. نکته دوم، تا جای ممکن سعی کنید کانکلوژنتون مثبت باشه. اگر منفی شد اشکال نداره ولی سعی کنید به سمتی برید، کلا مطالعاتتون، تحقیقاتتون سعی کنید به سمتی باشه که مثبت آخر کار رو ببندین که طرف حس خوب بهش دست بده. این با مقاله فرق میکنه. من بحثم داده سازی نیست که اگه مثلا نتیجه منفی گرفتی داده مثبت بسازی دیگه خوب شد. نه. حتی اگر نتیجه منفی گرفتی سعی کن مثبت بیانش کنی. فلان دارو رو استفاده کردیم جواب نداده، بگیم خب مشخص شد که این دارو یا این سبک داروها برای این بیماری قابل استفاده نیست، بنابراین میتونیم از این نکته برداشت کنیم که آقا این فاز تحقیقاتی رو ازش فاصله بگیریم، وقتمون رو صرف حوزه های دیگه کنیم، اینجوری مثلا زودتر به نتیجه میرسیم. تو اصلا گفتی کارم بد بود، نتیجه بدی داد، اوکی، ولی یه خوبی داره، وقتمون رو سیو میکنیم میذاریم رو کارهای دیگه. این خیلی خوبه. طرف با یک خاطره خوب، با یک حس خوب آخر سر از کارشون خارج شه و بره بیرون. و نکته دیگه راجع به همین کانکلوژن خوب باید بگیمش. طرف آخر سر میگه چی گفت نفهمیدم، تهش چی شد. دیدی با بغلی فکرش میکنه تهش چی شد، به چی میخواست برسه. اصلا مهم نیست تو اوکی اصلا از اول تا بیخ کانکلوژن اصلا خودت هم نفهمیدی چی داری میگی، از این خودش بده، شوخی دارم میکنه. یه سری گفتی حواس اونا نبوده، نفهمیدن، هر جور گفتی کارن. کانکلوژن اون اسلاید آخر تمیز بگو خیلی خوب این شد، آقا اینجوری شد، تموم شد. خب
طرف ول نکنه موضوع رو، از دست خودت هم موضوع ول نشه. پس این میشه بحث نتیجه گیری. و بعد از نتیجه گیری هم اسلاید آخر بحث خلاصه محتوا رو باید بزنید، یه خلاصه از کل صحبتاتون باید بگین. بعد بحث تشکرات رو دارین، تشکر کنید از کسانی که کمکتون کردن، واقعا هم کمک کردن، تشکر کنید طبیعتا. بحث پرسش و پاسخ بذارید که ملت از شما سوال بپرسن، بتونید سوالاشون رو جواب بدین. گفتم که در صحبت‌های گذشتم بعد از اسلاید تشکر و پایان و خداحافظی دوباره اسلایدهای مهم و داده‌های اضافه‌تون رو تکرار کنید، میتونید راجعش صحبت بکنید. خب این میشه پارت دوم صحبت‌های من در بحث یک ارائه مناسب. طبق صحبت قبلی یک خداحافظی کوتاه با هم داشته باشیم. در ادامه این ویدیو پارت بعدیش راجع به خود شخص و محتوا صحبت خواهیم کرد و موضوع ارائه مناسب رو با هم می‌بینیم. می‌بینمتون یا آینده. خداحافظ.